نه درست شد. درود بر همیهنان عزیز، تماشاگر برنامه تلویزیون فارسی هستین. تلویزیون پارسی. بله پارسی. بله پارسی. مثل که گفتم فارسی. تقصیر این عربه بدست. تقصیر این عربه هست واقعا. دکتر زن درود بر شما. بانو آناهیتا درود بر شما. درود بر شما. برنامه در اختیار شماست، بفرمایید. درود بر شما کدوان مازیار پدرام و همیهنان گرامی. امشب تیرشید 13 اردیبهشت 2551 از بیانیه آزادی کوروش بزرگ برابر است با 2 می 2012 و دیروز بهرامشید در واقع میدی بود. کیومرث گرامی. بله میدی کمک این بشریت زیر این جنایتگران آدمخور. صدای میکروفونت خیلی قویه، یکم ضعیفش کن. بله میدی. بله چه بکنیم که اینها از این گرید چی بهش میگن، حرص و آز دست بردارند و سهم بشریت رو رها کنند. بله میدی روز کسانی که هرچی که مواهب هستی در او هست از دست و مغز و روان او می آید. یعنی تولید کننده، یعنی کارگر، یعنی هر که خدمتی به بشریت می کند، به جز آدم خورانی که کارشون جمع کردن اینها و گرفتن اینها از بشریت به عنوان صاحب زمین، صاحب کالا، صاحب سرمایه، صاحب سرمایه تولیدی. اشتباه نشه، کسی که خانه خود، زمین خود اینها رو داره، این تضادی با کارگران جهان که آزادی میخوان نداره. اون چیزی که کارگران جهان امروز میخواهند و 5000 ساله که میخواهند، حالا چه به شکل برده مستقیم، چه به شکل فئودال و رعیت فئودال یا چه کارگر امروز، چیزی که میخواهند اینه که وسایل تولید، ابزار تولید و زمین به عنوان زمینه تولیدی کشاورزی از دست آدمخوران و منیپولیت کنندگان و مونوپولی ها در بیاد و به طور منیج شده در دست کوآپراتیو ها و بشر دوباره به کوآپریشن، به همکاری رو بیاره. درست مثل همون 250,000 سال 200,000 سالی که هومو سیپینس روی زمین بوده و از زمان آدمخوران سومری این جنایتکاران تازی و این اقوام رسمی دیگر رو حاکم کردند بر زمین که روز آخر و سال آخر، سالهای آخر این رسم زشته. بله، روز کارگر، روز انسانهایی که تولید میکنن، خدمت میکنن، روز معلم، روز دکتر، روز کارگر ساده، روز کارگر متخصص، روز کشاورز، این کارگر، همه اینها هست. روز کسانی که خدمت میکنن، به جز آدم خورانی که مونوپولی میکنن و اینها رو طبق سیستم جنایتکارانه بردهداری یا به اصطلاح مونوپولی سرمایه یا مونوپولی زمین تحت کنترل میگیرن با توطئه. خب ما گفتیم که این توطئه زمانش به سر اومده و میبینیم که این گونه است. 99% بلند شدن که 1% توطئه‌گر رو کنار بزنن. ما امروز برنامه داریم به نام آدمخوران. نه امروز تینک تانک های میبودی برنامه داریم که از روز تیوزدی مورنینگ، سه شبت عبری اینها جمع میشن و تینک میکنن، تینک و تانک میکنن
با تانک میرن رو مردم، با تینکاشون تانک میشن میرن روی بشریت. ولی این حالا روز تینک تانک های ماست که ما برنامه 3 شبت میبودی رو مطرح میکنیم. امروز که 4 سبت اینها باشه، بله، یا ایرانیش تیرشید ما هست، بله، ونزدی. امروز بامداد این میبودی ملعون یک جاسوس آورده بود که خودش گفت، تعریف کرد که من جاسوس به من به عنوان جاسوس تو آمریکا گرفتن در زمانی که من از وسط برنامه رسیدم، که زمان شاه این جزو اون ساواکیایی که به اصطلاح محافظ شاه بوده، ولی آمریکایی‌ها میفهمن مثلا این جاسوس. خب ساواک که میدونیم که یعنی موساد اسرائیل بوده، کثافت اجنبی بودن دیگه. اینها حالا بیچارهایی که کار میکنن به عنوان کارمند رو نمیگیم، شکنجه‌گرا و آدمخورا و رؤساشون و جنایتکارایی که صاحب ساواک بودن همین کثافات توراتی بودن دیگه. اینها یعنی نوکر توراتی. حالا توراتی ها که حداقل برای منافع خودشون کار میکنن، خب اونو یه جنگ بین بشر و تجاوزگران از اون ور و بشر از این ور. ولی اینایی که نوکر اجنبی هستن، اینا دیگه جاسوس ازشون نمیشه گذاشت. اینا فاحشه‌اند، با پوزش از فاحشه‌های معمولی که به خاطر زندگی تن به این کار زشت میدن. اینها فاحشه همه نوعن، خانه خود، مادر خود، خانواده خود، کشور خود همه رو میفروشن. و خلاص این مردک ملعون اومده بود برنامه میبودی و معلوم بود دیگه از همون توراتی ها قشنگ قیافه رو که میدیدی و چرا هم ساواکی هم بوده و فلان اینها، و اینو گرفته بودم اون جاسوس. حالا نمیدونم 30 سال چه بوده، فعلا امروز آزاد بود، تو برنامه میبودی بود و یک تقدیرنامه از طرف یک رپابلیکن از آورده بود، کنگره رپابلیک آورده بود برای میبودی، برای خدماتی که این ملعون کثیف کرده به این آدم خوران اجنبی. شما ببینید که واقعا اینا چقدر پر روان. رسما مردک عقب مونده رسما تقدیر میکنن از جاسوس ها در واقع. بله، و جاسوس خودشون، جاسوس اجنبی هم میاد این تقدیرنامه رو از طرف فلان رپابلیکن، خب اینا همه مامورای توراتی مامورای اسرائیل هستن دیگه، بدبختای بیچاره، برمیدارن میارن. و دیگه آمریکا که مال آمریکایی نیست، آمریکا مال اون کسانی که کمپانی‌های بزرگی که کمپانی‌های این اجنبی هایی که دنیا رو خوردن، همونجوری که انگلیس رو خوردن. شما برنامه بعد از این برنامه امشب دارم، بله، بعد از برنامه تینک تانک های میبودی میخوان در مورد دزدی ها و چپاولا غارت هایی که تاریخچش در واقع تاریخچه آثار باستانی که از ایران و شرق به طور هند و ایران و میان رودان دزدیدند بعد از قرن 18 که اینا دیگه خورده بودن، دنیا رو خوردن، به طور کامل کنترل دنیا رو به دست گرفتن. البته سرمایه هایی که با دنیا رو با اون خریدن، اول انگلیس و بعد آمریکا و استرالیا و حمله کردن، بعد به بقیه جهان و آفریقا و شرق و هند و ایران و آمریکا و اینا پولای اولیه رو از ایران خورده بودن. همینایی که گفتیم عربا رو بر ما چیره کردن و اسکندر رو بر ما آوردن که تاریخشون براتون گفتیم که رهبران یهودیان. من فکر می‌کنم اونایی که خودشون یهودی یا نمیدونم عبری هر چی میدونن، یخه این روسپیان کثیف رو باید بگیرن که این گونه بشر رو بدنام میکنن، و اونایی هم که حالا از این تبارین فکر میکنن عبریان میان، اونا رو هم بدنام میکنن. اینه که زمانش که شما خود رو نجات بدید از دست این رهبران کثیف و فاحش صفت و خطرناکتون. شما چون رو شده این ماجرا و امروز مثل این چند هزار سال گذشته منافعی به شما نمیرسه از این رهبران آدم خور. بله، توراتی. بله. شما گفتین جاسوس و تقدیرنامه آوردن برای جاسوس تقدیرنامه آورده از طرف توراتی های کنگره. و جالب این سوال که البته خیلی مشخصه، این سارا خانم هست که خودش ایرانی میخونه تو این برنامه میبودی، یعنی سارا اسرائیلی، حالا شده سارا بانو. این سارابان اسرائیلی که من نمیدونم دقیقاً نقشش تو این جریان چیه، مثلا که مأمور میبودیه. یعنی مأمور میبودی یعنی باس، یعنی رئیس میبودی. بله، دقیقاً.
دقیقا رئیسش، یعنی دیکته میکنه واسش، این میانجی بین اون کسایی که باید جاسوسا آدمخورا یعنی این نبودی دست پنجمه، یه جاسوسی عقب مونده دست پنجمه. وقت این سارا گفتیم برنامه امروز بامداد همین به میبودی دیروز که این سارا بانو ساربان داشت چیز مأمور شده که به اصطلاح جمع‌بندی کنه این تینک تانک ها هفته گذشته چی گفتن، یه به اصطلاح پرولاگ، یه مقدمه برای بحث جدید بعد جمع‌بندی بکنه. بعدش هم امروز کاشف به عمل اومد، این آقای میر فتروس آورده بودن که ما فهم کنیم موقع روشن فکره، دیدیم عجب واقعا هم از ماموریت هایی که داشته، هم از یار شاطری که خیلی تعریف و تمجید کرد، همین که کاشف به عمل شطور بهایی روسپی کثیف ضد بشر ضد ایرانی که مامور پشتش پول اسرائیلیا و عربای کثیفه، یار شاطر این آشغال اومده از اون تازه تعریف میکنه. وقت این میر فتروس کاشف به عمل اومده با اون ساربان اسرائیلی دوستای جونجونی هستن، غمخوار هم دیگه هستن و خلاصه میبینید دست جاسوسا همه در کار خائنین و جاسوسا و جالب اینجاست هرچی بیشتر میگذره تو این 30 سال ما حواسمون هم ذره ذره میبینیم اینا رو میان که واقعیت وجودشون کیه، تاریخ‌گوهاشون در میفهمن کیان. این کتابدارا ببینید کتابدارای تاریخی، اینا کتابدار بودن، کتابخونه دار بودن، کتابخوار مثل همین شرکت کتابی که امروز میبینید. کتابخواران بودن از زمان باستان هم میومدن نفوذ میکردن، کتابای ایرانی رو میدزدیدن، تفمالی میکردن و کثافت میزدن. یه مش فاحشه کثیف ضد بشر که من فکر میکنم که مردمی که از هر قوم و تباری هستن این فاحشگان رو باید افشا بکنن. اگه کسی بهایی، یهودی، سید، مسلمون، روسپی، هر چی که هست جنایت، اینا به عنوان رهبر چنین موجوداتی رو داشتن و اینها ریپریزنت کننده یا نماینده شماها باشن، شماها رو در گور و کثافت تاریخ میندازن، همونجوری که تا حالا انداختن. ببین چقدر از مردم بدبخت یهود کشتار شده به خاطر همین برنامه‌های روسپیان، رهبران روسپی بی‌شرف برنامه‌ریزشون، یا چقدر عرب کثیف کشته شده با برنامه‌ریزی محمد یهود جهود و ابوبکر و خدیجه جهود، یا مش کثیف روسپی که عربای بدبخت آشغال پابرهنه مریض رو گول زدن و گفتن بریم اونجا زن سفید سوراخ میکنید، به اصطلاح نکاح میکنید، اگر هم کشته شده میرید دون باغه اونجا 70 تاشو سوراخ میکنید، پسرم سوراخ میکنید. خلاصه دوستان از این رهبرانتون، دوستان یا دشمنان، از این رهبرانتون اول بپرهیزید، کم کم به جرگه بشریت و انسانیت وارد خواهید شد و اجازه نخواهید داد که اینا شما رو آلت بکنن، آلت دست شما یا آلت دیگری بکنن. اینه که ما اینایی که میگن که آقا شما ضد مسلمونی، ضد جودی، ضد بهایی، ضد کثافت، ضد فاحشه، ضد روسپی، ضد هر چی که میگن زنگ میزنن، میگن ما ضد رهبران شما هستیم که شما رو این گونه بدبخت و خار و آشغال کردن. خلاصه سارا ایرانی نمیشه. سارا شما اگر تورات مراجعه بکنید، سارا خواهر یک جاکش به نام ابراهیمه که اون رو بر می داشت، اول خودش به اصطلاح سوراخ کرد، بله خواهرش بود، بله به اصطلاح نکاح کرد، بعد می بردش برای شاههای مختلف. اولین بار بردش برای فرعون مصر و اونجا خوابون زیر اون و حشم و بره و اینها گرفت و در رفت. تورات رو بخونید ببینید که آقا سارا ایرانی نمیشه. بعد سارا هم توی کتاب‌های درسی ما همین توراتی ها چپوندن، دارا و سارا. زمان محمد رضا شاه این روسپیان کثیف که حاکم شده بودن، بهشتی ها و با بیهنرها و روسپیای فاحشگان به اصطلاح توراتی که خودشون رو مسلمون مینامیدن، طبق معمول دارا و آذر رو کردن دارا و سارا. کثافت های آشغال. بله ببینید اینا از کجا به شماها رو میخوان بزنن، از کدوم گوشه اینا سوراخ میکنن و روسپیگری میکنن. حواستون باشه دوستان. به هر حال این موجوده که پس اینقدر دیگه وقت لازم نداره باش. پس ببینید که سارا
تورات رو بخونید ببینید سارا میتونه ایرانی باشه یا فاطمه، یعنی یک شتر آشغال کوچک میتونه ایرانی باشه. این اسمای کثیف مطمئن باشید ایرانی نیست. خب حالا اوپنینگ امروز چیز برنامه تینک تانک ها چی بود؟ برنامه تینک تانک های میبودی از اون جایی که من دیدم اون نوری الله نور الله دیگه رسما بله با پررویی قبلا مثلا اینا میگفتن که زیر میگفتن خب همه باید با هم بسازیم بریم ایرانو بخوریم. بله پشت هم، ولی چون با تضاد و اون عقده حقارتی که در اینا هست و این ایگوی مریضی که در اینا هست، ایگومینیاک یا به اصطلاح این منیت زشت و عقب مونده که در این آدمای آشغال هست، اینا مخفیانه با هم چیز میکنن و نمیتونستن، چون با هم سر خوردن ایران دعواشون میشد و سر ایگو، سر پول، کی سهمش چیه، کی با کی در ارتباطه، کی پشتش کدوم جاسوسا دارن باشه بیشتر ارتباط میگیرن. ولی امروز دیگه این نوری الله با پرویی جلوی مردم میگفت که دیگه زمانش رسید که هر نوعش که هست باهاشون سازش کنیم، با هم سازش کنیم بیا جلو دیگه. رسما یکی بعدم میگفت که دو گروه بیشتر وجود نداره. این پدر به خدا، البته بهتر بگیم مادرش بیچاره ممکنه، این موجود رأس که خب پیشینش معلومه که چه موجودی بود در زمان محمد رضا شاه، میدونیم چه کاره بود. این حالا دوباره معمول شده که اینا رو دور هم جمع بکنه ولی خیال باطل اینا تئوریسینشون شده. میگه دو گروه هستن، یکی یه دی جمهوری خواهن، یه دی پادشاه خواه. آخه بدبخت بیچاره بیشور، تو تحلیلت یا شعورت یا این به این اندازه میفهمیت یه تحلیل سیاسیت یا به قول معروف این درک تجزیه تحلیل کردن اوضاع امروز جامعه ایران، اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی که باید بررسی بشه که چه شد که این گونه شد. شعور این آدم در این حده که دو تا چیز میبینه، دو تا گروه میبینه، یعنی به کنه جا اینا از این سطح یا اجازه ندارن برن تو یا شعورشون نمیرسه که من فکر میکنم هر دو اینا. این که مبارزه مردمان جهان امروز بر علیه جنایتکارانی که اونها رو استثمار کردن و سالهای سال و قرنها این سیستم استثماری رو بر زمین حاکم کردن و تضاد بین تضاد نیروی کار، نیروی مردمان، نیروی کسانی که حداقل استقلال کشور خودشونو میخوان. حالا فرض کنیم حتی خواسته های تولیدی و تاریخی نیروی کار یا نیروی تولید نمیخوان، میخوان حداقل از این زاویه‌ای که بابا حداقل این خانه من به مادر ما تجاوز نشه، به این خانواده منه، این کشور منه، این شهر منه. در این سطح هم اینا نمیان. اینا فقط اینی که از رو یه عده پادشاهی خواهن، بچه میگفت من جداشو میکنم از سلطنت طلبان، کرخر احمق. یه عده هم چیز خواهن، یه جمهوری خواه. یعنی اینا از این ورش به قول معروف ماجرا رو از این ورش از طرف اونوریش به خاطر گول زدن خود و گول زدن مردم، این تفکر سطحی اینه، به جای اینکه تحلیل اقتصادی، سیاسی، تاریخی از جهان داشته باشن، از نیروهای سرمایه‌ای که جهان رو کنترل کرده، از مونوپولی هایی که امروز به انتها رسیدن. اون وقت اون بدبخت اونی که هی مادرن میکنه، اون آقا افزون وزنه دکتر نیری، اون بیچاره تازه به اینجا رسیدی که مادرن بشیم، بیم نوکر این ورلد ترید ارگانیزیشن و این آدم خورا، این کساف سیستم آشغال بدبخت عقب مونده سیستم غرب که به چاه و مستراح تاریخ افتاده، تازه این داره تبلیغ نوکری اینا رو میکنه. مادرن، اگر ما مادرن بشیم، حقوق انسانی رو رعایت کنیم، خیلی خوب میشه. این بدبخت واقعا
امروز دلم به حالش سوخت، حالش خیلی بد من بود. باید یه اعترافی بکنم. بگی شما چی میخواین؟ شما دیروز که این برنامه رو دیدین خیلی دلتون سوخته بود واسه این دکتر نیری. آره بیچاره حالش بد بود. من واقعا تا چندین ساعت دلتو واسه دلسوزی میکردی. آره این بیچاره واقعا دلم به حالش میسوزه، چون من فکر نمیکنم این جاسوس باشه، این از بیشعوری و نه بابا این تینک تانک که این مدیر تینک تانک ها کردن. آخه ببین اینا هم دار دسته چیزان بهاییان که این آشغالا رو علم میکنن، حالا خودش هست یا نیست یا whatever، اینا رو علم میکنن. بعضیاشون باد ورشون میداره، فکر میکنن ما یه چیزی هستیم که اینا اومدن گفتن شما بیا برید تو برنامه میبودی. بله. بعضی هم دقیقا هنوز نمیدونن که عمق این ماجرا با کجا میرسه. بله. چه دستهایی در کاره که اینها رو دور هم جمع کرده. بعضیشون من فهم کنم اتفاقی یا چون خیلی کله داشتن تینک تانک بودن تانک فکری بودن. بعضیشون من فکر کنم که این آقاه فکر میکنم، حالا نمیدونم، فکر میکنم شما که با این زبان برنده و به اصطلاح تیر خدنگی که هستین، بله. دوستان نمیدونن چه قلب بزرگ و بسیار مهربانی داری. I have a very bleeding heart. آره واقعا این خون میچکه از این هارت، از این قلب. این همین قلب بزرگ و بسیار مهربانی که انقدر آدم من فکر می‌کنم هر ایرانی باید این گونه باشه، آدم رو تیز و راست و در اشیای هستی میکنه. چون ما دوستدار راستی هستیم این گونه به دشمنان فوش که نه اون چیزی که شایستشون هست. فوش اونایی که موقعی که ما حمله کردن و به ما تجاوز کردن به ما روسبی و فاحشه گفتن، در نتیجه امروز ما گفتیم اینا رو به دهن و حلق خودشون باز می‌گردیم. اینها فوش نیست، اینا اسم ایناست، اینها صفت اینهاست. و این واقعا دوستانی که فکر می‌کنن این فوشه، فکر نکنید، این واقعیت، یعنی راستی تام و تمام و حقیقته. اینه که زبان تیز داشتن از ما اسلحه جز این امروز نداریم. ما این زبان میتونه ما رو به اون طرفی ببره که از ترس و وحشتی که قرنها و هزارها این اجنبیان کثیف بر ما حاکم کردن بیرون بیایم. ما ایرانی‌ها ما این زبان رو امروز احتیاج داریم. ما چیزی به جز قلم به زبان خود نداریم، جز که دیگه تفنگ دستمون که نیست که بریم مثلا آدم خورا رو، مثلا یه آدم خور رو بکشیم، صدها میلیون آدم خوران، اینه که فایده نداره. شما زبان خود رو تیز کنید، فکر خود رو تیز کنید. و در ایران من فکر میکنم که بچه‌ها خودشون اون وقت رزم افزار هم برخواهند گرفت که برگرفتن. مطمئنم الان نیروهای هسته‌های مقاومت مسلحانه در ایران شدید الان داره کار میکنه بدون ارتباط با هم و یه روزی مثل همون سازمان چریکا در زمان محمدرضا به هم خواهند پیوست. ولی فعلا این گونه است که به هر حال من مطمئنم که چون نظر تاریخی این زمان اون رسیده که ده زیاد متوجه شدن که جمهوری اسلامی و یا اون کسانی که پشتش هستن به جز با زور بیرون نخواهند رفت. اینو ما در مورد برنامه‌هایی که قبلا گفتیم در مورد آمریکای جنوبی، در مورد هند ثابت کردیم که اون ظاهر ماجرا که مثلا هند گاندی بود ولی پشتش نیروهای مسلحی بودن که جنگ مسلحانه رو شروع کردن. به هم دلیل یهودیایی که صاحب انگلیس بودن، هند خورده بودن، تسلیم شدن در مقابل هند و گفتن حداقل این آقاه بیاد که حداقل ظاهر پیسفولی داره برا، ولی بهتر دو تیکه بکنیم هند رو. اون پاکستان کثیف رو ازش ساختن، اون کثافتستان رو ازش ساختن. اینها رو ما قبلا باز کردیم. ولی اینها که دور هم جمع میکنن یا به اصطلاح تو برنامه میبودیم میارنشون یا میان اینها، من فکر میکنم یه تعداد کمیشون نمیدونن جریان چیه پشت این ماجرا و این توته جریانش چیه. یعنی عمق این یعنی وسیله قرار گرفت. و همین دلیل من حس کردم که مثلا این آقای نیری فعلا وسیله قرار گرفت. اینی که درم سوخت. حالا شاید هم اشتباه میکنم ولی به هر حال احساس من این بود. و به هر حال میگفت که این مردک نوری الله میگفت که دو تا داریم، یکی پادشاهی خواه، یکی آزادی خواه، جمهوری خواه. یعنی استقلال طلب، آزادی خواه، کسی که به دنبال حفظ کشور خود، مادر خود، خانه خود، زمین خود،
ثروت این کشور برای مردمان خود و تاریخ خود وجود نداره. یعنی آدم شرافتمند، مغرور، شجاع انسان وجود نداره. یه مش آشغالن که یه عده یه مش یکی رو به اسم فاحشه نمیدونم چیز خواه طرف چیز میکنن. بله دکتر خیافه اونو. بله شما من نشون دادی. یکی این که یه عده‌ای هم میگن نه ما میخوایم جمهوری باشیم. شعور این آدم در این سطح، یا میخواد ما رو در این سطح یا شما مردمان در این سطح تقلیل بده که شما به دنبال استقلال خود، آزادی خود، بر پای خود ایستادن نباشید و به دنبال همین فاحشگانی که نوکرای اجنبی هستند برید. این برنامه‌ایه که کلن اینا برنامه حقوق بشریه دیگه. حقوق بشریه. یعنی آره مثلا بشین مثل که از کشورهای آفریقا یا کشورهای مثلا عقب مونده جهان سومی، کشورهای عرب، سعی کنه حقوق بشر رعایت بشه فلان و اینها. ولی نوکری، از نوکری شماها بیرون نمیتونی بیاین. شما نوکر اسرائیل باشید، همونجور که آمریکا و انگلیس اگه نوکر این سرمایه‌های بزرگ اسرائیلیه، پس شما چی؟ شما ایرانی‌ها فکر می‌کنید کی هستید که میتونید آزاد بشید و مستقل بشید و اینها این رو میخوان به شما بگن دوستان. حواستون جمع باشه. و میگفت این دوتا این چیزا، پادشاهی خواها و جمهوری خواها باید دست به هم بدن و حاکمیت رو منحل کنن. به جای سرنگونی هم گفتیم دفعه قبل بی‌شرفای کثیف میخوان کلمه انحلال رو میخوان توی حلش کنن، توی یک محلولی حل کنن که یکم رقیق بشه. چای یه مقدار مدفوع هم بریزن روش و هم قاطی بکنن، میخوان به خورد بشر بدن، در صورتی که اینا خودشون آخر سر همینو به خوردشون مردم ایران خواهند داد. که چیکار حالا چرا باید دو دست به هم بدن؟ یعنی جمهوری خواه و پادشاهی، یعنی سلطنت طلب، نه گفت سلطنت طلب نگو، بگو پادشاهی خواه و جمهوری خواه چرا باید به هم دست به هم بدن؟ که دوچار تفرقه در اردوگاه انحلال طلبان نشد. عجب. یه اردوگاه درست شد به نام انحلال طلبان. عجب آبکی جریان. موجود رزل کثیف بدبخت. خر خودتی بیشتر با پوزش از خر. بعد خلاصه بعد چی میگفت؟ ائتلاف، من اینجا یادداشت کردم، ائتلاف سکولار دموکرات انحلال طلب باید درست. ائتلاف سکولار دموکرات انحلال طلب باید درست شد. این آلترناتیو این آشغال کله است. نوری الله، نوری اللهه که رئیس مثلا رئیس شونه چیز مغز متفکر فکرشون اینه. بله این ائتلاف سکولار دموکرات انحلال طلب باید درست بشه. هیچ کدوم از اینا میبینید هیچ چیزی رو مشخص نمیکنه که استقلالی دموکرات کیه، انحلال طلب، انحلال یعنی چی. هیچ کدوم نمیگه آقا تو از نظر سیاسی میخوای بر پایه چه سیستم، آخه سیاست فشرده اقتصاده، بر پایه چه سیستم اقتصادی تو نوکر اروپا خواهی بود یا اسرائیل یا انگلیس یا آمریکا یا همشون؟ میخواد کدوم، یعنی کدوم یکی ارجحیت داره؟ تو از فاحشگی بیشتر کیو خواهی کرد؟ اگه فاحشگی انگلیس رو بکنی که به وضع آخوندا دچار میشه، اگه فاحشگی اسرائیل بکنی که به وضع محمد رضا شاه دچار میشی. آخه اینا هیچ کدوم دلشون براتون نسوخته؟ مردک ملعون. این در این بحثش هیچ جای رضا پهلوی رو این وسط باز کرد یا رضا پهلوی هم بله به عنوان اینکه یه سمبوله به هر حال توی همین پادشاهی طلبا جا داره و خلاصه داشت کاسلیسی اونم میکرد ذره ذره رو تو هم بیا آقا. یعنی یک چشمکی به اسرائیل هم باشه، چون این آقا چون به اصطلاح نماینده اسرائیله، پس تو هم بیا. یعنی اینا میخوان همه هرچه مدفوع هست جمع بشه با فاحشه رفسنجانی و با مجاهدین و با چیز سبز و با سکولار سبز و با دموکرات آدمخور و با انحلال طلب و اینها یک ائتلاف درست بشه. اینا این گوها مثلا بشن رئیس مملکت. خودت ببین دیگه. بعد دیگه
خب این ماجرای جاسوس اسرائیل هم که تقدیر برای میهودی آورده بود گفتیم. بله. بعد خلاصه نوبت رسید اون به اون پادشاهیه چی میگفتم؟ اونا هستن 2 برادرن یه حزب درست کرده. آره اون موجودات عجیبا دیدی چون تو قیافه های یکی پاشایی فکر کنم اسمشونه و آره. چیزه. ببین دو تا هستن. بله. اسم خودشون گذاشتن حزب. بله. کدبان اومده. کدبان با ما کاری داری؟ این حزب مشروطه شهرام همایون دکتر زد. بله حزب مشروطه. آره حزب مشروطه شهرام همایون رو علم کرد. درسته اینا پول دادن به کانال شهرام همایون اومدن اونجا خودشون به عنوان حزب مشروطه. اون برادره به اون یکی میگه شما مدیر کل هستی، حالا 2 نفرن. اون مدیر کدبان چیزی گفتید به ما؟ بله ببخشید من تلفن شد داشتم میگفتم که این بله این نه داشتم تلفن جواب میدادم به شما نبودم. بله درست تلفن شد در همین لحظه. عرضم به حضور شما این آقای پاشایی این چی حزب مشروطه این همین که میگه حالا ما میگیم 2 نفر بیشترن ولی حزب مشروطه شهرام همایونن. اینا اصلا حالا بقیه‌شون کدوم حزب اینا کیان؟ بیان بگم ما چند نفریم کی هستیم؟ حالا یه دفعه آدم ببینتشون اینا بگن مثلا آقا حزب مشروطه شهرام همایون بیاد مثلا فلان جا ما ببینیم اینا چند نفرن. کدوان من اصلا نمیفهم این 2 تا قوچلی یکیش که مثل چیزاست مثل ترکای چیزه بیرون مرزی آره مغوله، یکیش هم قیافه عربا رو داره. اینا اصلا به قیافه برادر نمیخورن. حالا چه میدونم حالا شاید از 2 تا پدرن یا واده یا چه 2 تا مادر بود. به هر حال عجیب و غریبی، یعنی کچل و قدر قوچه و قدر قوچه یعنی همه جور شتر گاو پلنگ اینجا جمع میکنن اینها. عجیب و غریب این خارج کشور. چرا؟ چون پشتش همین آدمخوران توراتی هستن که این کانالا رو انداختن دیگه از 30 سال پیش. ما میدونیم کیا دیگه، الان دیگه معلوم شده برای ملت، غیر از اون پیرزنا بیچاره‌ای که فقط گوش میکنن نمیفهمن جریان چیه که اینا کی پشتشن. اینا خیلی جالبن. چیزی هم که ازشون میشنوی یکی طرفدار یه آخوندن تو ایران. بله اونی کس که زندانش هم انداختن درسته اونو آره یه آخوندی بود که خواست رئیس بشه نتونست. چند سال پیش گرفت. طرفدار یه آخوندن کثافتو عقب مونده. خب میخوان علم کنن واسه بعدن دیگه. تنها چیزی هم که میگن حقوق بشر یعنی چیزایی که حرفایی که بهائی‌ها میزنن، یعنی بهائی‌ها رو اجازه بدید بیزینس بکنن. من اگه بچه‌های ایران دارن تو ایران شکنجه میشن اشکال نداره، فقط بهائی‌ها بتونن بیزینس بکنن، ممنوع معامله نشن. یعنی ببینید جریان پوله، جریان بیشرفی و روسپیگری اجنبی هاست، جریان چیز دیگه ای نیست. بله خلاصه اینا بله دکتر زن این آقای نوری علا به قول شما نوری علا هم صحبت از حکومت موقت میکرد. من درست یادم اومد اول انقلاب اینا یه حکومت موقت تشکیل دادن که همین شد دیگه، همین حکومت موقت بعد دیگه مگه میشه اینا رو بیرونشون کرد. بله اینا مثل آخوندان دیگه. اینا آخه ببین این آخوند چیزی که میگن بهش میدی هیچ وقت نمیتونی بگیری، این همون فرهنگ کثیف تازیه دیگه، از تورات اومده. توراتیان شما به قول معروف این رهبرای یهودیا ببینید که به قول قدیمی ها پنی پینچرن دیگه، یعنی شما اگه دش کف دستی نبذاری ای تونست از دستشون در بیار. آخوندم همینه، آخوند همین فرهنگی که از طرف رهبران توراتیا یهودیا به عربای کثیف یاد داده شده. آخوند ملغمه از این 2 پدیده زشت تاریخیه. اینه که اینا قرار خلاصه همگی با هم همکاری بکنه. همین آقای نوری الله میگفت که این جمهوری خواهان نباید بترسن، باید با شاهی خواهی ها همکاری کنن و با آقا رضا. یعنی کم کم میگه هر چه فاحش و روسپی و مأمور اجنبی هست جمع شوید، فاحشگان جهان متحد شوید. اون شعاری که چپای جهان میدن که زحمت کشان جهان متحد شوید، اینا باید بیان. اینا شعارشون این واقعا اینه. شما فکر نکنید این فوشه. هم میهنان گرامی
شما ببینید اینها فاحشه هستند یا نه. حالا ما کلمات بهتر و بدترش رو به کار نمیبریم. ببینید اینها آیا دردشون درد استقلال و آزادگی و بزرگی و شادی ایرانه، یا دردشون یه چیز دیگه است، از یه جای دیگه میاد، یه ماجرای دیگه است. خوب گوش کنید به اینا، پشت خط بسیار بخونید. چی میگن؟ اون میان خط رو بخونید که خلاصه اون آقایی که افزون وزنم که من این دفعه خیلی ناراحت شدم براش، نمیدونم چرا. تفلک باز همون مزخرف میگفت متاسفانه که ما فرهنگ صحبت زیاد داریم ولی هزاران سال بیعملی. ببخشید شاید از خانواده خودت یا از اون فاحشگانی که در اطراف تو هستن بیعمل و پرحرف و بی صفت و آدمخوار و جنایتکار برای گیج کردن مردم این کارا رو میکردن. نه هزاران سال ما داریم به علیه اجنبی، مخصوصا در این 1300 اندی سال که با شمشیر عرب این تازیان کثیف توراتی بر ما تاختند و ما رو، فرهنگ و کشور ما رو از بین بردن، داریم مبارزه میکنیم و مرتبم چوب دهج نبتر شما که شما رو انداختیم به زیر، ولی خب باز پول همون توراتی ها یه اجنبی دیگه را برده. عرب رو بیرون کردیم، پول گذاشتن همین توراتی ها، سلجوق و بعدش غزنویان و سلجوق و تاتار و صفوی و سلجوق آوردن، صفوی رو آوردن. دوباره آزاد شدیم، زندیه ما رو آزاد کرد، جنایتکار آدمخور قراقویونلوی قاجار روسپی کثیف اجنبی مادر به خطای بیشرف آدم کش رو پول گذاشتن پشتش در همون قفقاز. هم یهودی ها به آقا محمد خان قاجار دادن که بیاد ایران رو بگیره که دوباره اینا شروع کنن به رباخاری در ایران. خب همین توراتی ها دوباره چون دستشون رو بریده بود، کوتاه شده بود به وسیله زندیه. چرا؟ چون پشت اینا همون به قول معروف انگلیس بود، انگلیسی که ما فکر میکردیم موزردان، ولی بعد امروز میدونیم که دیگه در قرن 18 دیگه خورده بودن کامل. 17 به بعد مال همین توراتی های کثیف بود که از پولی که از ایران دزدیدن در این چند هزار سال رفتن و انگلستان رو خریدن و شاهش رو خریدن و اون بایبل کینگ جیمز بایبل رو نوشتن و به اصطلاح مذهب جدید یهودیتی به اسم مسیحیت درست کردن به نام کینگ جیمز بایبل. که به هر حال جناب عالی ممکنه این آقای افزون بعضی آقای چیز که نیری که میگه ما همش صبح هزاران سال فرنه. نه، اقوام بهایی، رهبران عبری، عربی، فاحشه، همه این رهبران بی صفت تازی که بخونیم، ما بیهوده به اینا نمیگیم فاحشه. ببینید چیز کی بوده، ابراهیم کی بوده، ببینید درود پس از اون هر کدوم از اینا میان کارشون جاکشی بوده، زنکشی بوده یا نه، اسحاق، یعقوب. ببینید که اینا کارشون فاحشگی بوده. سلیمان که دیگه حرمسرا باز کرد، سلیمان که از همون به اصطلاح فاحشگاه حرمسرا باز کرده بود. خب اینا البته داستان همچه آشغالای وجود نداشته، ولی اینا خواسته های المنتاش بوده. اون رهبر کثیفی که اینا، رهبرانی که اینا رو نوشتن که مردم خودشون رذل و پستبار بیارن هست. یعنی که مردم خودشون امروز که من لذت میبرم اسرائیلیا بلند شدن بر علیه این سیستم کثیف، نشون میده که جهان به یه دوره جدیدی از بیداری رسیده و آگاهی رسیده. بله اینا این گونه دشمن ایرانن که یعنی نگاه که میکنید با یک کینه‌ای نسبت به ایرانی حرف میزنن. این روسپیان کسی بیهوده نیست اینا تو کانالا. کسی که هوادار و طرفدار ایران باشه شما دیدید که در این کانالا باشه، آخرش میبینی یک عقده زشت از یه جاش بیرون میاد که تقصیر ماست، از ماست که بر ماست. نه از توی ملعون اجنبیه که بر ماست، ولی فارسی حرف میزنی میخوای خودتو ایرانی جا بزنی. اینو گفتین داغ دلم تازه شد. این پریشب بود برنامه مشیری رو میدیدم. این عجب مزخرفاتی میگفتش که رستم
مثل شوالیه هایی، من حالا گفتم حالا میخواد شوالیه های رومو بگه. روم، یا من فکرم شوالیه های انگلیس، اون زنی که کثافت بهش میگه که یو سر سرشون میکنه، آدم خورایی که ملکه انگلیس جنوب سرشون میکنه. من فکرم مقایسه بکنه رستم با اونا حداقل با نه بگم کثافت، گفت شوالیه های مدینه. این مردک فکر کنم دیوانه، فکر کنم مغزش قاطیه این کثافت. یعنی فکر میکنم که یا عقده‌ایه، دکتر زن یادداشت داشته اینو بگه، یادداشت این قبل از اینکه بیاد برنامه‌شو شروع بکنه این آقای شجره باهاش سلام علیک میکنه، دست میده، یه دونه از این کاغذهای کوچولو میذاره که از دستش، بعد اون تو اینو نوشته بله سر جایین آریایی هم همینطور، شوالیه مدینه، بعد وقتی میاد راجع بهش صحبت میکنه. شما باور میکنید شما خودت این مطلب رو دیدی دکتر زن؟ این کاغذ رو یه دفعه گفتی یه کاغذ مچاله از جیبش در بله سر آریایی‌ها کاغذ مچالهشو وا کرد. کاغذاست، تعجب نکنین این کس دیگه بهش نکته میکنه، مجبورم هست بگه چون درسته ظاهرا ادامه داره این زشتی و بیشرفی. این مردک واقعا عجیب و غریبه. یعنی یک چرت و پرتایی راجع به فردوسی و شاهنامه میگه که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. این رستم مثل شوالیه هاست. شوالیه ها گفتم با این کثافت داره با شوالیه های غربی میخواد رستم ایران رو مقایسه بکنه، آشغال بیشور. بعد نه شماله های عرب رو کثافت میگه. مدینه، من دیدم کلمه مدینه رو سریع گفت و رفت، هرچی گوش کردم آخه این چی بود، این جریان چی بود؟ یعنی قمه کشا و چاقو کشا یثرب که در خدمت یهودیان حجاز در اومدن و به اسم و دین یهودیت رو به اسم تسلیم شدن دیگران، اسمش اسلام به عربی گذاشتن و حمله کردن به بشریت. یه مش چاقوکش، لات، تجاوزگر، آدمخور، مریض بدبخت که تازه اونا مأمور یهودیای یثرب و حجاز باشن، اینا شوالیه است، اسمش مردک زشت روی مریض عقب مانده. واقعا من نمیدونم جریان چیه. بعد از اون طرف هم میبینی نه مثلا دارو میگه که رستم خوب است و فلان است و اشتباه هم میکند مثل هر انسانی و فلان اینا. یعنی این من فکر میکنم دو شخصیت است یا دو جیبه است. یه پولی میدن بهش موقعی که میزنه، موقعی که کثافت میزنه به فرهنگ انسانی آریامنشی، فوری باید هیتلر رو بیاره بگه هیتلر، اون وقت ببین چه آدم کش شد، هر کی بگه آریا میشه هیتلر. یکی این پولو میگیره از جهودا اینو بگه، یکی هم از اون ورم میگه که بزرگ است و فردوسی خیلی خوب است و یعنی ماجرا من نمیدونم. همون مثل اون خط مبحثیه که در تورات هست که بشر رو گیج بکنید و از گیج کردنش قدرت رو به دست بگیرید. تاور بابل رو اون وقت اونجوری مردم زبون همدیگه رو نمیفهمن و بعد میتونید بهشون تجاوز کنید، میتونید نفوذ کنید، میتونید فاحشگی رو در اون شهر رواج بدید. بعد فاحشه به عنوان بهترین جاسوس میتونه مورد استفاده قرار بگیره. تورات رو بخونید دوستان، این جریان چیه. من فکر کنم اینا همه طرفداران توراتن. خلاصه از نوری الله که بگذاریم. دکتر زن یه مطلبی هم این آقای شاهین نژاد امروز نبود، مثل که نمیدونم برنامه هفته قبل ما رو شنید که بهش گفتیم جای شما اینجا نیست و اینها نیومد. نکرد بانیم به از قرار معلوم این برنامه تیوزدی یا اینا اینطوریه که میان و میرن مثل آب اماله. بله. نه امروز بهبهانی و نوری اعلی هر دفعه هستن. بله 2-3 نفرشون همیشه ثابتن، ولی مثلا اون علمداریه نیومده بود این دفعه. خب نه اینا موقعی که نمیان یا دعواشون میشه با همسری جریاناتی، اون وقت اینجوری بیان میکنن که آقا میان و میرن اشکال نداره اینجا اینطوریه. یعنی اینجوری توجیهش کردن امروز که شما که میبینی این نیست و اون نیستش میان و میرن، این برنامه اینجوریه. بله. یا دعواشون میشه یا ایده میفهمن اینا چه موجودات رذلیان اینا برای ردگم کردن دکتر زن. مثلا الان این بانو
احدی رو آوردن اینجا، خب با اونای دیگه فرق میکنه خیلی. یا این مثلا دفعه آزادراد رو تو این برنامه آدم خوران میبودی یه مدت آوردنش که رد گم کنن که مثلا حرفای اونا رو بهش یه قیمت چه برن بالا و اینکه خود مردم بیشتر بهشون توجه بکنن اینا، ولی بازم نمیتونن تحملشون کنن. بله نه البته این خانم هم امروز زیاد این احدیه به نظرم تو خالی میاد، به نظرم نمیاد که واقعا چپ واقعی یا چپ میهن پرستی باشه. فکر کنم به حال داره دسته بهایی ها اینا بازم میخوره به همون جاسوسای اجنبی. احساسا دیدم چیزی نگفت، مزخرف میگفت، هرچی هم اینا میگفت اینا تایید میکرد این دفعه، مثل که به اندازه کافی گفتن که با هم قراردادایی دارن که دیگه مثلا این هرچی که این نوری الله میگه اینم تایید بکنه، چون نوری الله هم یک در باغ سبزی به اون به اصطلاح مدفوع خورای اسرائیل نشون میداد که طرفدار آرزا و فلان و اینها. بعدش هم یه چیزی هم راجع به فدرالیستا گفت که به اصطلاح به نظر می اومد که اونایی هم که تجزیه طلبن میتوانند بیاین. فدرالیست شما بخوانید تجزیه طلب، آخه ما کشوری که بر پایه اتحاد فرهنگ‌های انسانی آریاییه دیگه، آخه فدرالیسم بی معنیه دیگه. یعنی که خب مشخصه که در هر شهری هر استانی انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دست خودشون، همون سیستمی که ما پایه‌گذاری کردیم از زمان هزاران سال پیش از کوروش، از زمان جمشید، از 10,000 سال پیش. اینی که موقعی که فدرالیسم اسم اجنبی روش گذاشته میشه یعنی تکیه کرده که نه ایران، این کدیه که الان میچرخه بینشون میچرخه. اسرائیلیایی که در این 30 سال سر مرزای ایران پول دادن به آدم خورای به حساب پان زهرمان و پان گو و پان عرب و پان فلان اینا که نیستن، تعدادی هم نیستن، هیچی هم نیستن، فقط یه چو انداختن. این تازه به اونها هم یک چشمکی امروز این مردک ملعون کلمه از فدرالیست گفت، من نفهمیدم که دقیقاً چی گفت، ولی ظاهراً بیاید همکاری کنید شما تجزیه طلبا هم بیایید. همون برنامه‌ای که قبلا داشتن، هم هر چی که فاحشه اجنبی هست به پشتش پول و برنامه اجنبی هست بیایید. خلاصه خوشبختیش بینی که اینا چون همشون میخوان رئیس بشن دعواشون میشه. اون علمداریه مثل این دعوا شده نیومده. اون نوری زادن برای خودش تو برنامه‌های خودش جدا جدا با همین توطئه‌گرا میچرخه دیگه. نوری زاده که واقعا اصلا قابل بحث نیست. اینا بعضی وقتا این چیزای اینا به هر حال ظاهرشون مثلا ایرانیه فلان اینا، مثلا ظاهرا سعی میکنن بگم آقا این نوری زاده که رسما که اون مادر قهوه جاسوس و تو عربی کار تو عرباست و به اصطلاح جاسوس غربیا در میون اعرابه، یعنی جاسوس توراتیای انگلیس در میون اعرابه، یعنی از جناح انگلیس. دکتر زن اگه دقت کرده باشی اینا فقط همین چند تا آدم هم کم آوردن، الان در به در دنبال آدم میگردن که یکی مثل اینا. واقعا من دلم میخواست اینا بیان آخرین نیروی خودشونو بذارن، این چند تا آدم میتونن اینا مجموعاً جمع کنن. همینان دیگه الان اینا که اسم میبری نوری علا و نوری زاده همه نوری پوریه، همه نوری پوری اون آقای دایی و دیگه کسی دیگه نیست. هر کدوم از اینا رو هم چقدر سرمایه گذاری، چقدر وقت تلویزیونی بهشون میدن، مرتب ست تلویزیون. شما نگاه کن، من جای دیگر رو دوست ندارم نگاه کنم، فقط این سیاسی ها رو گهگاهی نگاه میکنم. اولی رو نگاه میکنم آقای نوری علا داره صحبت، دومی رو نگاه میکنی اون آقای لاجوردی که دیگه هر روز هم از همه‌شون بیشتر لاجوردی ایتو رو داره دیگه، نمیدونم دیگه مثل پشکل همه جا ریخته این لاجوردی، همه جا هست و چقدر وقت میذاره. اندیشه اون نهاد مردمی اصلا بابا مخ ما رو خورد. این چند تا تلویزیون مرتب دارن نشون، چقدر این سرمایه گذاری، این پول از کجا اومده؟ تازه چی میخواد بگه؟ اصلا اینا رو تو ایران راه نمیدن دکتر زن. اینا چه پولا رو خودشون کردن. مامورای کثیف که مامور به اصطلاح جاسوس دست دوم که برای اسرائیل کار میکنن، نه اسرائیلیا اگه به نفع خودشون کار بکنن خب کردن دیگه، اونا نیچرشون اینه، نیچر حکومتشون آدم خوره.
ولی اینایی که به اسم ایرانی نوکر اونا میشن، این یارو نوریزاده میگفت من گفتن جاسوس. جاسوس آقا کسیه که بره برای یک چیزای مخفی یک کشور رو ببره به یک کشور دیگه بفروشه. این عقب مونده فاحشه شناخته شده تعریف جاسوس رو داشت، مردم رو گیج میکرد، یه جوری دیگه برعکس میکرد. آقا اون که نوریزاده جاسوس حیف این کلمه جاسوس. من یه تعریف دارم برای جاسوس. شما حالا مرامش بله. تعریف من عبارت از این جاسوس کسی است که پول میگیره که بیاد یه حرفی رو بزنه تو این تلویزیونا، یا پول میگیره یه حرفی رو که باید بزنه نزنه. این میشه جاسوس. درسته. ولی حالا من امروز به فکرم رسید با تعریفی که نوریزاده کرده، به این اسم نوریزاده جاسوس نیست، فاحشه است. جاسوس شرافتش 3 برابر فاحشه است، چون جاسوس برای کشور خودش کار میکنه. این فاحشه اجنبیه، این برای جاسوس مثلا انگلیسی یا اسرائیلی یا امریکایی جاسوس بیگانه است دکتر زن. جاسوس یعنی ایرانی است که جاسوس بیگانه است. بله این درسته. در نتیجه اون تعریفی که نوریزاده امروز از جاسوس داد درسته. اون کسی که به اصطلاح چیزها رو میره میفروشه به این یا به اون اطلاعات رو، ولی پشتش به هر حال یکی. ولی کسی که بر علیه کشور خودش و اجنبی این کار میکنه، اون فاحشه، اون جاسوس فاحشه است. بس اسم جدیدی باید به نوریزاده داد به بقیه‌شون. همون که ما میگیم فاحشه میگن نگو زشته و فلان اینا، میگیم تا جونشون در بیاد. نه واقعا دکتر اینا رو بدونیم کنارشون نباید راحت رد شد. مردم اینا رو میبینن باید یه چیزی بگن، فوشی، بد نگاه بدی. آخه ما مثلا اینا میرن ماشینای آخرین سیستم میخرن، زیر پاشون میذارن، میان تو اجتماعای ایرانی پوز بدن. حالیشون نیست که همه دارن اینا رو فوششون میدن. باور کن اینا اصلا خجالت میکشن بیان تو خیابون، خجالت میکشن اصلا یه جا ظاهر شن. آخه این چه پولی دارن؟ همه که ما که همه داریم میدونیم اینا دارن پول میگیرن. دقیقاً. بعد این حرفایی هم که میزنن، آخه بیان ببین دکتر زن، باور کن ببین این فقط توی گوگل بزن میبودی ببین چی میبینی. میبودی به فارسی بنویس ببین اینایی که این توی فیسبوک و گوگل و اینا هستن با سوادای مملکت ما هستن، جوونا هستن. اون بقیه رو ولشون کن. بعد اینا ببین چی دارن میگن. همه یه درصدی بگیریم ببینیم تو این 100 نفری که راجع به میبودی نوشتن چند تاشون خوب گفتن از این. دقیقاً این گونه است. هر چی که بیشتر میگذره کدوان مشتشون بیشتر باز میشه. من خوشحالم که به هر حال یکی این که واقعا ما خیلی غمگینیم که این حکومت زشت کثیف اجنبی آخوندیه که پشتش همون توراتیای اسرائیل باشند، اونا آوردنش برای ما میدونیم دیگه تاریخشو که کی آخونده. ما موقعی انقلاب کردیم کی مسجد ساخته بود 54,000 تا، و اون فاحشه‌ای که صاحب ساواک بود پرویز ثابتی، چطور اینا آخونده ها رو علم کردن و که اگه هر لحظه که انقلاب کردیم آخونده ها رو برای ما بیارن و ما رو سرکوب بکنن. ولی خوشبختانه در این 30 سال با اینکه زیاد طول کشید و از این نظر ما غمگینیم، از این نظرم خوشحالم که تو این 30 سال دست همه اینا داره باز میشه. هرچی بیشتر طول میکشه و آخوندهای کثیف بیشتر مقاومت میکنن، به هر حال سر جیبشون رو محکم گرفتن، با اینکه همه پول ایران رو به چپاول میکنن و به بانک‌های اسرائیل به اصطلاح توراتی جهان میفرستن و به هر حال فاحشه‌ان واقعا این آخوندا. ولی با این همه چون اینا غربی‌ها کدان کد یا توراتی‌ها یا این نیروهای مونوپولی سرمایه جهانی به اصطلاح تمامیت خواهه و دوست نداره یه آخوندی که خودش رو کار گذاشته اون سیستم رو اینا لگد پرت کنن. در نتیجه کم کم باشون داره قرقر و ورور زرزر میکنن، با هم جنگ زرگری به هر حال راه انداختن. ولی هرچی بیشتر این جنگ ادامه پیدا میکنه، جنگ زرگری بین غرب و آخوند، بیشتر دست
این سیستم آدمخوری رو میشه که پشت همه اینها سر اینها تو یک آخر و تو یک توالته از یک مدفوع اینا همشون میخورن و این رو مردم ایران فهمیدن، مخصوصا جوانای ایران، و این به نفع آینده ماست. مخصوصا در هم 2-3 سال اخیر ما اکثر این کسانی که قیافه میان پرستی تو این کانالای مزخرف که پشتش هم میدونیم کیه بوده گرفتن، اینا دارن امروز دست خودشون رو میکنن. چرا؟ چون قرار شده اینا متحد بشن که آلترناتیو آینده رو بسازن. زی خیال باطل و یک دست و پا زدن بیهوده اجنبی هاست که کسی جز این آشغالا رو ظاهرا فعلا نداره. نمیدونم، شاید هم برنامه دیگه داشته باشه که رو نکرده باشه هنوز. ولی به هر حال نکته که شما راجع به اون خانمه گفتی، اون خانمه چی احدیه چی اون به عنوان چپ میاد، یه چیز مزخرفی میگفت، هیچ حرفی هم نزد. گذشته را نمیشود، من اینو نوشتم، گذشته را نمیشود به آینده تحویل داد. خب پس باید آینده را به گذشته باید تحویل بدیم. این زنک من نمیفهم این مزخرف یعنی چی. یعنی من احتمالاً معنیش اینه که اونهایی که گذشته ندیدن امروز اینایی که بچهای ایران میخواست گول بزنه گذشته رو ندیدن که با اون مشکل داشته باشن. یعنی در اصل داشت ماسمالی میکرد توطئه مثلا کودتای اجنبی ها رو در ایران 28 مرداد رو میخواست ماسمالی بکنه. نمیدونم حالا چی رو میخواست ماسمالی بکنه که گذشته رو فراموش کنیم. برای به نظر من چیزی که ازش برمی اومد اینا کار روانی میکنن. یعنی تاریخ رو به فراموشی بسپرید که دوباره تاریخ ما بتونیم تکرار بکنیم، دوباره از چاله به چاه بندازیم یا چاه به چاله بندازیم تون دوباره و نوکری اجنبی ادامه پیدا کنه. یعنی اصلا استقلال و غرور انسانی و همه اینها رو و که اینهاست که با آزادی و عدالت اجتماعی می انجامه. یعنی استقلال اول میاد که بعد آزادی و عدالت اجتماعی میاره. هم شعاری رو که ساواکیا تبدیلش کردن استقلال آزادی جمهوری اسلامی، شعار بچهای ایران رو در زمان انقلاب سال 79 چرخوندن. امروز هم مثل این که همین جریان رو میگم همون که عرض کردم چیز بشید، فاحشگان جهان متحد شوید. یعنی همه اینا ظاهرا الان دارن یه حرف رو میزنن به نظر من. بعدم اون آقای نیری، اون آقای افسون‌وزن به قول خودش میگفت از دیگران انتقاد نکنید. یعنی ظاهرا یعنی این که همه شروع کنید همون ایمیل های اسرائیلی رو که از ماست که بر ماست، ایرانی کثیفه، ایرانی خائنه، ایرانی دزده، که خب باید گفت نه شماها که فارسی حرف میزنید در ما نفوذ کردید، دزد و خائن و روسپی هستید و خرمردرند و خنجر از پویزن این رو به اسم ما ایرانی ها نچسبونید. خود رو اگه میگی شما هستید ولی فارسی حرف میزنید، فقط فارسی هم تازه بلد نیستید، فارسی حرف میزنید به شما که خواهید. در اینجا همه از خود اینقدر انتقاد بکنید تا نابود بشید. یعنی خودزنی بکنید تا نابود بشید که بعد عقلگراهایی مثل خود ایشون روی کار بیان. عقلگرا. پس تکلیف روشن شد. همه به دنبال آزادی های شخصی برید. یعنی این چیزی هم که مطرح میکردی این آقاه که بچه ایران آزادی شخصی میخوان، اینقدر فراموش کنید استقلال و کشور مال خودتون باشه و آزادی واقعی و روی پای خود ایستاده. فراموش کنید دوران مدرن، پست مدرنیسم. شما همگی فاحشه این سیستم آدمخوری که آردی سقوط کرده تو دنیا و داره دست و پا میزنه. 2008 سقوط کرد و نشون داد چه سیستم کثیف و عقب مونده. زمانی که 30 سال بیشتر از مونوپولی سرمایه از زمان ریگان که حساب کنیم نگذشته بود که خب این سیستم جانی سقوط کرد، چون همش صاحبش همون بانکای توراتی و چند تا کمپانی اسلحه سازی و نفتی و اینا هستن دیگه، دراگ و اینا هستن که دنیا رو خوردن ظاهرن. این سقوط کرد. این آقای تازه داره نوکری و فاحشگی اینها رو به ما ایرانی‌ها میخواد تبلیغ بکنه. پست مدرنیسم. آقای افسون‌وزن، همون که دلم باهاش خیلی سوخته بود، امروز حالش بد بود. من از رنج کشیدن آدما
حتی اگر بیشور و احمق هم باشن رنج میبرم، ولی چون این احتمال رو میدم که اینا همه از بیشوریش و بیسوادیش و پسموندگیش باشه که اینقدر مدرنیست میکنه و نوکری سیستم غرب رو برای ما به اصطلاح میخواد. مثل این که ما نوکری سیستم غرب رو الان 200 اندی سال نکردیم. از زمانی که قاجار رو کار اومده، آقای افزون‌وزن، آقای نیری، ما نوکر همون آشغال‌هایی بودیم که تو اینقدر مدرن ازشون صحبت میکنی. اینه که بچه ها ایران آزادی شخصی میخوان، بریم به دنبال آزادی شخصی. یعنی فقط مثل زمان شاه ما مینی جوب بتونیم بپوشیم دیگه، فقط اینه، از این بیشتر نمیخواد. حقوق بشری رو میخواد. این استقلال و انسانیت و غرور انسانی و شرافت ایرانی و خانه و مادر از خودش باشه یا نه. هر کی بخواد مادر منم بردارید ببرید خواستی بکنید، آقا ما فقط آزاد باشیم که بخوریم و بچرخیم دیگه. خب بعد این چیز دیگه هم نوشته بودم، چی؟ آزادی شخصی. آره بعد مشروطه‌ای که طرفدار آقا رضا نباشه به طرف جمهوری اسلامی. بعدش هم دارن مطرح میکنن که اگر شما طرفدار ماها نباشید یا طرفدار آقا رضا نباشید یا طرفدار این آلترناتیوی که ما داریم تو حلقتون ایرانی ها میخوایم بکنیم نباشید، به طرف جمهوری اسلامی میرید. مثل بوش گفت یا با مایید یا دشمن مایید. یعنی مردک جرأت کرد که حرف بزنه که همه آمریکایی‌ها زدن تو پوزش، اصلا حرفش مسخره شد. تو دنیا این خودش یه دفعه تکدید یا با همراه ما میاد یا دشمن ما. گفتن آقا دنیا اینجوری کار نمیکنه، مردک ملعون. حالا این آقا اومده بعد اینجا نوشتن میبودی آقای نوری الله، این درست است که ترس و وحشت از آقا رضاست، از همین یعنی رضا پهلویه که اینطوریه که یه عده‌ای دنبال آقا رضا نمیره. ترس و وحشتیه که مردم متحد نمیشن زیر دست. میبودی میپرسید. آره از این نوری الله میپرسید. بعد نوری الله گفت البته بعدش هم زد میگه خب هر کسی البته سیستم خودشون میخواد، ولی اینا معنیش اینه که اینا تضادی نداره که ما باید متحد بشیم با هم. حالا چه سیستم جمهوری وابسته، چه سیستم پادشاهی، سلطنت هم نگین، خوب پادشاهی وابسته، هر کدومش که باشه اینا همه ما باید متحد بشیم. به هر حال اون بازورد یا اون کد یا اون کد مخفی یا اون رمز مخفی که اینا پشتش دارن اون وابستگیه. چرا؟ چون اینا توی ذهنشون درستی خود رو نوکر و فاحشه به اصطلاح این سیستم آدم خور میبینن و توانایی نیروی انسانی مقاومت در وجودشون مرده، انسانهای مرده بیهوده تبدیل به یک به قول معروف جاسوس اجنبی نمیشن. انسان باید مرده باشه، از شرافت انسانی تهی شده باشه که این سیستم فلسفی فکری رو برای خودش انتخاب کرده باشه که پیش خودش واقع گراییه. یا واقعیت اینه دیگه، همه میزنن میخورن میبرن. تو که ایران که نمیتونه که نمیتونم مستقل بشه از آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اروپا و فلان اینا. ما که چین نیستیم، ما که روسیه نیستیم اینا. یا باید یا کلفتی و نوکری اینو بکنی، کلفتی و نوکری اون بکنی. مرتب دیدی این شالایای کثافت عقب مونده هم همین تای ذهنشون از موقع فشارشون میدی این کثافت از دهنشون میاد بیرون که آریا باید نوکر این باشه یا نوکر اون باشه. استقلال اصلا قبول نداره. اینا انسان مریض، انسان مرده. یعنی واقعا موقعی که یک سوسک واقعا شرافتش بیشتر از این انسان بدبخت مرده مریضه و اینها در جهنم ذهن خودشون زندگی میکنن. چرا؟ چون این انسان شکست خورده است. انسانی که در درونش از همه چیز بی همه چیز به قول معروف شده، از شرافت انسانی خالی شده و در نتیجه به هر طرفی که ببرنش میاد. بعدش هم در نهایت من میخواستم بگم نگاه کنید به این تبلیغایی که
توی این قسمتی که این میبودی میره تو بازارچه خائن میاد، ببینید که کیا تبلیغ میکنه. قبلا که تبلیغ CIA رو میذاشت که بچه ها ایران برن مأمور CIA بشن. بله. حالا تبلیغ اون فاحشه ساواکی اسرائیلی رو میکنه به نام در دامگه حادثه. اسم این کتابه رو ببین، یک جاسوس از یه جاسوس دیگه مصاحبه کرده، یه همچی اسمی گذاشته. یعنی این که اتفاقاتی که افتاد حادثه بود. رابطه علت معلولی رو دوستان فراموش کنید، نمیدونم دیالکتیک رو فراموش بکنید. اینها یک دامگهی بود که حادثه برای شما گذاشت، نه اسرائیل. یعنی از اون دامش بترسین که نیفتین تو دام، اگرم افتادین حادثه بعدتون حادثه بعد اتفاق افتاده. یکی که در ترس و وحشت باشید که حادثه همیشه داره دام جلوتون میذاره و شما از جلو این حادثه رو نمیتونید بگیرید. این کثافت تبلیغ این کتابای این روسپیان اجنبی رو میکنه و که بعد 30 سال سر از توی کثافت در آوردن، مدفوعشون در آوردن و دارن دوباره خود اونم یه جاسوس زبده همه جا میفرستنش. همین این کسی که مصاحبه کرده با پرویز ثابتی با تمام این به اصطلاح تجزیه طلبا میره تو این یه عامل نفوذی در پین اینا. همه اینا بعد تو جمهوری اسلامی هم هست. یعنی شما نگاه کنید که رابطه اینها که همه اینا سرشون توی یک مدفوع ما میگیم آخر میخورن، این فقط یک شعار نیست دوستان. این ارتباطات رو ببینید، اینها همه در نهایت بر علیه بشریت، بر علیه ایرانی، بر علیه آزادگی ما هستن. اینه که ما میگیم روزی رسیده، آن روز رسیده. باز هم شعار نیست، پیدا بکنید، برید تحقیق بکنید ببین آن روز رسیده که شما آزاد بشید یا نه هنوز باید نوکری اجنبی بکنید که اونا پیروز بشن. روز آزادی ما و روز آزادی بشر، نه تنها روز آزادی ایران، روز آزادی بشر رسیده. این جنگ طلبیه که این سیستم آدمخوری مونوپولی سرمایه مونوپولی جهانی الان در جهان راه میندازه و دنیا رو به کثافت کشونده و همه جای دنیا اینا دارن جنگ راه میندازن. نشانه سقوط این هاست، نشانه بردن و قوی تر شدن اینها نیست. نشانه اون سیستمی که پشت این سیستم آدمخوری و میلیتاری بوده در حال سقوطه. چرا؟ چون unsustainable، غیر نگهبان نیست. تا که اینا میتونن بر علیه آینده پول چاپ کنن، به اصطلاح قرضی، به اصطلاح با کردیت وار تو دنیا را بندازن. فکر میکنید چقدر این سستینبله؟ شما ببینید که سیستم اقتصادی آمریکا که 2 جنگ آشغال را انداخت و شکست خورد و مثل آشغال در گل گیر کردن، در اما عراق و در چیزش، از عراق هم کشیدن بیرون. عراق الان تیکی تیکی خواهد شده، اصلا احتمالاً جلو نفتی هم که این کمپانی‌ها آدم خورشو میگیرن گرفته خواهد شد. این بحران آفرینی که اینها میکنن که از میونش پورا رو بخورن، این بحران آفرینی در نهایت درسته یه مدت اینا میخورن و کنترل میکنن و نفت میخورن و کشور رو کنترل میکنن و فرهنگش و زیربناش و اینفراستراکچرش رو نابود میکنن، ولی در نهایت این سیستم، این بحران آفرینی همیشه خود اون بحران آفرین رو، چرا؟ چون سیستم دیالکتیک هستی این گونه کار میکنه که چاه میکنه، ممکنه چند نفر تو چاه بندازه ولی یه روز خودش اجباراً در اون چاه میفته. این سیستمی نیست که شعار باشی یا دروغ باشی، این سیستمی که دیالکتیک هستی، حرکت هستیه و امروز به اونجا رسیده که این سیستم unsustainable، غیر قابل نگهبانی شده. این سیستم توطئه مونوپولی سرمایه جهانی دیگه کار نمیکنه، دیگه نمیتونه استیبیلیتی در جهان. یه زمانی اینا میدیدی که اینا میخوان همه جا استیبل باشه، بقول اون یارو island of stability یارو کارتر، یعنی میخواستن اینا استیبل باشن همه جا که اینا نفتا بیاد بره اینا بخورن، کسی حرف نزنه اینا. ولی چون دیدن دیگه نمیشه و احتیاج دارن که بحران آفرینی بکنن، بحران آفرینی که شروع کردن با اسلام جدید یا فاندامنتالیسم که الان میبینیم سرشون دادن به جون بشریت، از آدمخورای القاعده و نمیدونم خماس و
چیز رو نمیدونم حزب الله و طالبان و اخوان و مسلمین رو دارن راه میندازن توی سوریه و توی فلان توی مصر و توی اینها. کی پشتشون رو فکر میکنی؟ اینا این کار رو میکنن که به اصطلاح دشمن خود رو تقویت، ظاهرا دشمن خود رو که در ظاهر دشمنشونه ولی در اصل نوکرشونه، تقویت کنن که این بحران بالا بگیره، از بحران اینا بتونن بخورن، این جنگ ادامه پیدا بکنه، کمپانی اسلحه سازی بیشتر از تکس پیر بیچاره آمریکا پولا رو بگیره و پولا رو بخوره. ولی هر چی که اینا بیشتر میخورن شکمشون بیشتر باز خواهد کرد و همونجوری که گفتیم در 2008 اینا ترکیدن و جهان بوی کثافت گرفت. اینه که کاری که امروز میکنن با پول دروغ چاپ کردن به اصطلاح کردیت بر علیه فیوچر اگینست فیوچر، در علیه آینده، این بیشتر از چند سالی نمیتونه. الان 3 ساله که ظاهرا این سیستم رو پا نگه داشته، از 2008 تا 2012 4 ساله نزدیک 4 سال داره میشه که این سیستم رو ظاهرا نگه داشته. این سیستم سقوطش رو شما هم میهنان به چشم خود در همین دهه، اگر نه در همین سال، در همین دهه خواهید دید. به هر حال بهوش که زمان آزادی شما فرا رسیده، به دنبال ناامیدی و انسان‌های زشت و دروغگو و مرده نروید و به دنبال سرنوشت خود، آزادی خود باشید. خب من احساس میکنم مثل پدر بزرگار شدم باز امروز. و این برنامه رو اگر ما ببندیمش که کدبان اینو جدا بتونن تو یوتیوب بذارن. بله. شما برنامه؟ من برنامه تاریخچه غارت آثار باستانی و این رو میخوایم باز بکنم، ولی در آخر برنامه شما دوستان رو توجه میدیم به www.tvparsi.com. همچنین از تبلت ها و موبایل ها شما میتونین این برنامه ها رو لایو ببینید. موقعی که لایو هست بله ببینید. لایو. و منتظر میشیم تا بخش دوم چند دقیقه کدبان تنفس میدن. بله. چی؟ آهنگی چیزی میخوایم پخش کنید شما؟ بله ما پخش میکنیم کدبان. شما اگه لطف کنید اون عکسی که فرستادم برای برنامه بعدی. بله. پس من اول از شاید که ببینم من آهنگی میتونم پخش کنم کدبان. خوش. بله تا دکتر زن بیاد میخواستم خیلی ممنون شما توضیح دادید راجع به این تبلت ها و موبایل ها. من خودم الان یه تبلت دارم، از رو تبلت میبینم گهگاهی که با من کار دارید اگه یه مقدار تأخیر میشه به خاطر اینکه من این تبلت رو برمیدارم میرم تو آشپزخونه دیگه دنبال غذا درست کردن خوراک کدبان خوراک. بله کدبان من دارم پخش میکنم. بفرمایید.
باشم عجب نباشد اگر تبرزن کمر ببندن در استخوانم در این جهنم گل بهشتی چگونه رویم چگونه بویم من ای بهاران ز ابر نیسان چه بهره گیرم که خود خزانم خب کدمون ما در خدمت شما هستیم. کدمون ما در خدمتیم اگر شما صدای ما میاد. بله دکتر جان، من الان عکس آمادش کردم، الان نشونش میدم. کدمون در خدمت. صدای ما باز هست؟ صدای ما اجازه بدین. صدای من نبسته بود. بله بفرمایید، برنامه لایو با صداتون پخش میشه. درود بر شما کدمون. من صدای شما رو نمیشیدم. خب الان میشم. درود بر شما. پس درود بر شما. درود بر شما. برنامه لایو کدمون؟ بله گفتن لایو. بسیار عالی. بله با این ویدیو کلیپ زیبا و باستانی ما از داریوش گرامی برنامه بخش دوم امشب رو باز میکنیم. امشب 13 اردیبهشت تیرشید 2551 بیانیه آزادی کوروش بزرگ. من آناهیتا زند به همراه دکتر کیومرث زند کرمانی بخش آثار باستانی و تاریخچه از اون رو میخواهم باز کنم. در
در این شماره 1 چون این ادامه خواهد داشت. بله من از کدبان مازیار پدرام هم خواهش میکنم که اینها رو متوجه نشدم. شما میخواین این برنامه رو سوا ضبط کنید یا میخواید همون ادامه ای چیز باشه؟ نه جدا ضبط کنید اگر میشه. اجازه بدین یه لحظه چند ثانیه من برمیگردم. باشه حتما.